با این که ما باید هر هویت هر ملیتی که هستیم باید به تذکره های ما درج شود. من حیث یک تاجک هیچ وقت قبول ندارم که به تذکره من افغان باشد. من افغان نیستم، من تاجک نیستم که به هزاران خون دل میکشم تا هموطنم آرام باشد. افغان کسی است که انتحار میکنه، روزها پدران و مادران را به خون میکشاند. من قبول ندارم افغان بودن. من تاجک هستم، من حیث یک تاجک هستم، من حیث یک تاجک باید تذکره من، هویت من، عزت من است، باید تاجک ثبت باشم. و میخوایم صدای ما به گوش ارگنشینان خائن برسانم. روزها صدای خود بلند کردیم اما نشنیدن. امروز بسیار خوشحال هستم که در جمع همچون بزرگا و شما جوانان هستند. جوانای عزیز، از هویت خود دفاع کنیم. نگذاریم ارگنشینای خائن با لقب دادن با افغان هویت ما را پامال کنند. من حیث یک تاجک جناب صاحب دوستان را رهبر خود قبول دارم و جنبشی که دارم عضویتش 5000 خانم هستند. فدای سر جناب صاحب، حمایتش قربان تک تک شما. تشکر از وکیل صاحب، تشکر از شما جوانان. با امید از اینکه همین قسمی که فعلا حضور دارید در حمایت از هویتتان و از جناب صاحب دوستان، من هم من حیث یک خواهر در کنار شما هستم. من حیث یک تاجک همیشه از جناب صاحب حمایت کردیم. امروز هم